یه کافه خوب اونیه که یه ویژگی هایی داشته باشه که باعث بشه خیلی راحت تبدیل به پاتوقت بشه. وقتی میگیم پاتوق یعنی اونجایی که هر روز حاضری مسیر تو کج بکنی و بری یه چای، قهوه، کیک یا حتی باقلوا نوشجان کنی. آدلی کافه شهرک غرب یکی از همون کافه هاست. کافه‌ای که ما رو یاد کافه های کوچیک و بامزه استانبول و خیابون استقلال میندازه. حیفه بگیم اینجا فقط یه کافه است، بهتر بگیم کافه باقلواه، چون واقعا نمیشه تنوع چشمگیر این باقلواها گذشت. شما میتونید انواع باقلوا و دسر ترکی رو توی این کافه تجربه کنید. آدلی کافه شهرک غرب شاید خیلی جای بزرگی نباشه، اما این کوچیک بودنش تبدیل به مزیتش شده. اونایی که اهل کافه های کوچیک و دنجن منظورم متوجه میشن. آدلی کافه شهرک غرب یکی از همون کافه هاست. تجربه یه چای دلچسب با چای و باقلوای ترکی آدم یاد کافه های استانبول میندازه. آدلی کافه یه حس خوبه، یه اسمی که هر وقت بشنویدش لبخند به یادتون میاد، یاد اون چای و باقلوای خوشمزه‌ای که خوردید یا لحظه هایی که توی کافه سپری کردید. آدلی کافه شهرک غرب توی خیابون مهستان واقع شده.